آقا میلاد یه بسته خیلی مناسب داریم واسه شب یلدا. اوه قیمت چند؟ جسارتا فقط و فقط 22 تومن. مغز پسته لبناتکی، بادوم هندی درشت، مغز بادوم آذرشهر تبریز، مغز فندق. اینم یه زعفران خیلی خیلی زیاد میذاریم وسط. 4 تا هم خاویار ایرانی صادراتی میذاریم داخل جعبه. قیمت 22 میلیون. بریم واسه پک جهانی رویال. جعبه خاتم ایرانی، ماکادمیا استرالیا، بادوم برزیلی، بادوم هندی با پوست. اینم مغز تخمه چلقوز افغانستان. زعفران نگین ایرانی، 2 عدد خاویار و ژل رویال. قیمت پک جهانی چنده؟ قیمتش جسارتا فقط 19990. خیلی مناسبه. بسته‌بندیایی داریم فقط مخصوص آجیل رویال. هندونه است؟ نه واقعی نیست، کیکه. دو مدل. کیک هم نیست در واقع. نه کیک هم نیست. آره همونه. همونه. فهمیدن خودشون. خب بعد تو سایز مختلفه، 1 کیلویی داره و 2 کیلویی. حالا قیمتاش هم بر حسب نوع آجیلش هم هست. آره. اینا هم که بسته‌بندی دیگه است. این بسته‌بندی زیری هم خیلی باحاله. بله. مشکر بازش کن. داخلش 6 قلم محصول خیلی لوکسه. آجیل یلدا، پشمک، لکوم، میوه خشک، بادوم هندی و پسته. به. اینم کوچیک‌ترشه. بله اینم کوچیک‌ترشه، 4 تا داخلشه. قیمت این 2200 آجیل 4 مغز، پسته، بادوم، فندق و بادوم هندی. این یکی که بزرگتر بود قیمتش 3 میلیون.